سلام، من سیما قره‌باغی هستم و خوشحالم که در این لحظه اینجایی. میدونی گاهی به اطرافم نگاه میکنم و میبینم همه چی یه شکلی از آشفتگی داره، انگار که دنیا یه مسیر بی پایان دویدنه. ما هم وسط این مسیر گیر کردیم، همش نگران اینیم که چی میشه، کی چی گفت، قراره چه اتفاقی بیفته. و این حجم از هیاهو یه لایه ضخیم غبار روی نگاهمون میکشه. ما اونقدر درگیر مدیریت این دنیای بیسامان شدیم که یادمون رفته دنیا اصلا قرار نبوده اینقدر سنگین باشه. گاهی فکر میکنم شاید مشکل از دنیا نیست، شاید مشکل از دید منه، شاید مشکل از اینه که نمیتونم جزئیات رو ببینم. هممون دنبال اتفاقات بزرگ، دنبال معجزه های عظیم، اما غافل از این که معجزه همون موریه که داره دونش رو با رنج و تلاش میبره و کسی نمیبینتش. وقتی که حس آزردگی میکنیم یعنی داریم از پشت یه شیشه کثیف نگاه میکنیم. این شعر در واقع تلاشی بود برای شستشوی اون شیشه، برای اینکه ببینم پشت این پرده سنگین چه شکوهی قایم شده. این کلمات برای من نه یک شعر که یک جور دعوتنامه است، دعوتی برای اینکه دوباره یاد بگیرم چطور در عین سادگی قدرتمند باشم. پس بیا با هم این نجوا رو بشنویم. جهانم را پر از خود کن، نگاهم را تو قدرت ده، که موری را که دانه برکند بینم. دیده ام را شستشو دادی، تو رحمی کن که تا خود را هر آن در کوی تو بینم. من آزردم از این دنیای بی سامان، تو قدرت ده، تو قدرت ده، تو را در این میان بینم. اگر آزردمت گاهی، تو حکمت ده، تو حکمت ده که تا پرچم برافرازم. تو قدرت ده که با دستان تو روزی زمین را همچو آسمانت برافرازم. گشا درها به روی من، گشا چشمم به روی خود، تو از نورت به چشمم ده که پشت پرده را بینم. تو گر خواهی پرده را بردار که تا روی رخت بینم. امضا خسی. و حالا ازت میخوام چشمات رو خیلی آروم ببندی. قبل از اینکه چشماتو ببندی جاتو آماده کن و مطمئن شو که کسی به کارت کاری نداره. اگر دوست داری بنشین و اگر دوست داری دراز بکش. حالا چشمات رو خیلی آروم ببند و اجازه بده بدنت رها بشه. اجازه بده شونه هات، دستات و عضلات صورتت شل بشن. حالا فقط نفس بکش، نه به زور، نه با فشار. فقط اجازه بده که هوا بیاد و بره.
انگار که داری به یه اقیانوس عمیق و تاریک آروم سقوط میکنی. هرچی پایین تر میری سکوت عمیق تر میشه. هیاهوی دنیا اون بالا مونده روی سطح آب. اینجا توی عمق هیچ خبری از بیسامانی نیست. یادت هست از پرده ها گفتیم؟ پرده هایی که روی نگاهت کشیده شده بود. حالا تصور کن توی تاریکی امن این اقیانوس داری دست میکشی به این پرده ها. لازم نیست با قدرت بازوهات اونها رو پاره کنی. فقط با حضورت، با بودنت، این پرده ها دارن مثل یخ در مقابل خورشید ذوب میشن. ببین که چطور این نور داره تک تک آزردگی های قلبت رو میشوره. انگار که یه دست نامرئی داره گرد و غبار رو از روی عدسی چشم دلت پاک میکنه. تو نه یک موجود کوچیک و خسته‌ای، نه یک قربانی دنیای بی‌سامان. تو نوری هستی که داره همه چیز رو میبینه. حس کن این نور از مرکز قلبت پخش میشه به کل بدنت و پخش میشه به کل فضایی که توش هستی. این قدرت توئه، نه قدرت جنگیدن، بلکه قدرت دیدن حقیقت. هرچی این نور شفافتر بشه تو آرومتر میشی. پس همینجا بمون، توی این عمق بی نهایت، جایی که همیشه بوده و تو فقط یادت رفته بود که بهش سر بزنی. حالا ازت میخوام خیلی آروم به نفست توجه کنی. آگاهیت رو بیار روی نفس کشیدنت. نیازی نیست به خودت فشار بیاری، فقط توجه کن. نفست تو رو میاره توی همین لحظه. به بالا پایین رفتن شکمت توجه کن. به هوای سردی که وارد لوله های بینیت میشه و به هوای گرمی که
خارج میشه دقت کن. و حالا خیلی آروم، بدون اینکه این حس قدرت و آرامش رو از دست بدی، شروع کن به آگاه شدن به وزن بدنت روی زمین. یه نفس عمیق بکش و با یک بازدم طولانی انگشتای دست و پات رو تکون بده. تو همونی هستی که دیدی، وسیع و شفاف. و حالا هر وقت آماده بودی چشمات رو باز کن و با اون حس زیبا باز به این دنیا برگرد و یه لبخند عمیق از ته دلت بزن. امیدوارم که این لحظات تو رو به خودت نزدیکتر کرده باشه. این تمرین رو دوباره و دوباره انجام بده. اجازه بده که این تمرین بشه جزوی از وجود تو و باعث بشه که نگاهت به دنیا وسیع‌تر بشه. باعث بشه که نگاهت به دنیا موشکافانه تر بشه و باعث بشه که اون چیزایی رو که بهشون توجه نمی کنی بیشتر جلوی چشمت بیان و توجهت رو به خودشون جلب کنن. پر از حسای خوب باشی دوست من. خدا نگهدارت باشه.